سلام. تا حالا شده به آسمون نگاه کنید و یه پاراگلایدر ببینید و از خودتون بپرسید این وسیله دقیقاً چطوری پرواز میکنه؟ امروز میخوایم با هم این معما رو حل کنیم. میخوایم ببینیم که پاراگلایدر خب فقط یه تیکه پارچه نیست، بلکه یه سیستم پروازی کامل و خیلی هوشمندانه است. بیایید اجزای مختلفش رو با هم کشف کنیم. خب، سوال اصلی همینه. چطور ممکنه که یه تیکه پارچه با چند تا تناب به هم وصل بشن و به یه آدم قدرت پرواز بدن؟ این دقیقاً همون جادوی مهندسیه که امروز قراره با هم رمزش رو باز کنیم. خیلی خوب. اینم نقشه راه ما. اول از همه از بال شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ بندها و اتصالات و آخر سر هم یه نگاهی به کابین خلبان میندازیم. آماده اید؟ پس بزن بریم. خب، بریم سراغ اولین و به نظر من مهمترین و حیاتی ترین بخش کل ماجرا، بال. میتونیم بگیم بال در واقع موتور پاراگلایدره، یعنی همون قسمتی که نیروی لازم برای بلند شدن از زمین رو تولید میکنه. اما این موتور چطوری کار میکنه؟ ببینید، شکل آیرودینامیک بال باعث میشه هوا با سرعت‌های مختلف از بالا و پایینش رد بشه. همین اختلاف فشار نیروی بالابر یا همون لیفت رو به وجود میاره. یعنی کل فیزیک پرواز توی طراحی همین پارچه قشنگ خلاصه شده. توی دنیای پاراگلایدینگ ما به این قسمت میگیم بال، اما توی اصطلاحات بین المللی بهش وینگ یا گاهی هم کناپی گفته میشه. خوبه که این کلمات رو بدونید، اینجوری راحت‌تر میتونید با جامعه جهانی این ورزش ارتباط برقرار کنید. خیلی خوب، حالا که موتور رو شناختیم، وقتشه بریم سراغ بخشایی که این موتور رو به خلبان وصل میکنن. این اتصالات نقشی فوق‌العاده حیاتی و مهم دارن. این بندها رو ببینید، شاید نازک به نظر برسن، اما فوق‌العاده قوی هستن. اینا فقط یه سری تناب نگهدارنده نیستن، نه، مثل سیستم عصبی پاراگلایدر عمل میکنن. هر دستوری که خلبان میده رو به بال منتقل میکنن و تمام حس پرواز رو به بدن خلبان برمیگردونن. به این زنجیره اتصال نگاه کنید. همه چیز از بال شروع میشه. نیروی بالابر اونجا تولید میشه. بعد از طریق صدها بند به رایزرها میرسه و در نهایت به هارنس منتقل میشه. یعنی همون جایی که شما توش نشستید. این یه مسیر کاملا مهندسی شده است برای اینکه قدرت آسمون به خلبان برسه. پس اگه بخوایم دقیق تر بگیم، ما بندها یا همون لاینز رو داریم که مستقیم به بال وصل هستن و رایزرها یا رایزرز که این بندها رو دسته‌بندی میکنن و به هارنس شما وصلشون میکنن. رایزرها در واقع نقطه اصلی اتصال شما به کل این سیستم پروازی هستن. حالا میرسیم به جایی که خلبان توش قرار میگیره. میتونیم هارنس رو مثل مرکز کنترل یا همون کابین خلبان این وسیله پروازی در نظر بگیریم. هارنس خیلی بیشتر از یه صندلی ساده است. اینجا مرکز فرماندهی شماست. تمام حس پرواز، تمام حرکات بال از طریق هارنس به بدن شما منتقل میشه. و مهمتر از اون، هارنس خونه امن‌ترین دوست شما هم هست. چتر نجات. این دوتا اصطلاح هم واقعاً حیاتی‌اند. هارنس که صندلی شماست و چتر نجات یا ریزرو پاراشوت. یادتون باشه چتر نجات یه انتخاب نیست، بلکه حیاتی ترین بخش تجهیزات ایمنی شماست. امیدوارید هیچ وقت بهش نیاز پیدا نکنید، اما باید 100% از عملکردش مطمئن باشید. بسیار خوب. سیستم اصلی رو شناختیم، اما هنوز 2 تا قطعه دیگه مونده که پرواز بدون اونها اصلاً قابل تصور نیست. بیایید یه نگاه سریع بهشون بندازیم و بعد هم بهتون بگم این اطلاعات رو از کجا آوردیم. علاوه بر اون اجزای اصلی، 2 تا وسیله دیگه هم هستن که اهمیتشون فوق‌العاده بالاست. یکی کلاه ایمنی که از سر شما محافظت میکنه و یکی هم بیسیم که به شما اجازه میده با خلبان‌های دیگه و تیم روی زمین در ارتباط باشید. ایمنی و هماهنگی کلید یه پرواز لذت بخش و آرومه. باید بگم که تمام این اطلاعات دقیق و کاربردی رو از یه منبع فوق‌العاده به اسم تئوری پرواز با هادی گرفتیم. اگه به این ورزش علاقه پیدا کردید، حتما یه سر به کانالاشون تو تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب بزنید، چون محتوای واقعاً ارزشمندی تولید میکنن. و در آخر این سوال برای شماست. حالا که این اجزا رو میشناسید و میدونید چطوری با هم کار میکنن،
یه لحظه تصور کنید که معلق بودن تو آسمون در حالی که کنترل کامل این سیستم دست خودتونه، چه احساسی میتونه داشته باشه؟ شاید این شروع یه ماجراجویی جدید برای شما باشه.